با این روز همه شما رو تبریک میگویم و البته پیش از همه آرزومند آن هستیم که آن اگر یگان درد بود، یگان مریضی بود، یگان سختی بود، یگان دشواری بود، در همین زمستان پس سر شد. این دردها، این ناجوری ها هم پس سر شود و البته خیلی که میگویند تمام صحتی، سلامتی و خوشبختی انسان ها هم از پروردگار است و من از خود خداوند متعال ما را با نگاه می‌دارد، صحت میکند، خوشبخت میکند و ولی باز بهانه است که با همین بهانه ما مثال شفا می‌یابیم و البته ما با دست شفا بخش دکتر محمود کبیری شفا یافته ایستاده‌ایم و همه شما را البته آرزو دارم که این شفا شما کامل باشد و دکتر کبیری همه وقت همه خیلی سرپرست باشند، ما شما را شفا بخشند، یعنی با قوت البته با دستگیری پروردگار عظیم الشأن و همه خاندان شما، ما و شما خوشبخت باشیم. تاجیکستان عزیز ما خوشبخت باشد، خوشبختیشان از همین نوروزی که ما جشن گرفته استیم باز هم بهتر شود، تنجی باشد، امانی باشد، سیری و پوری فراوانی باشد و چطوری که شما من همین میز آرا داده اید ببینید چقدر نعمت ها در اینجا جمع شده است و دسترخوان هر یکی ما و شما از این هم بهتر باشد. تمام خاندان تاجیکستان عموما تمام جهان همه خیلی فراوانی باشد، تنجی و امانی باشد. اجازه دهید بار دیگر شما رو تبریک نمایم و فقط آرزو دارم شما همچون مهمان بیایید به اینجا، دیگر یگان درد سرتان رو نبینید. سلامت خوشبخت باشید. سلامت باشید.